дар толори варзишии деҳаи зарафшони ноҳияи Ҷаббор Расулов машқҳои дастаҷамъонаи ҷудокорони кишвар идома доранд. Дар тамринҳо беш аз 100 нафар варзишгар аз пойтахти кишвар ва шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд иштирок намуда малакаю маҳорати худро сайқал медиҳанд. ба варзишгарон мураббии таҷрибадори кишвар Исқиддин Раҷабов нозукиҳои ин намуди варзишро меомӯзонад. Гузориш аз тамринҳои ҷудокорони кишвар. با مقصد بلند برداشتن ملکه مهارت جودوچیان ولایت سوخت و آماده نمودن آنها به مسابقه‌های بانفوذ در پیش ایستاده مشق‌های دسته‌جمعانه جودوچیان ولایت راه اندازی شدند. برای بلند برداشتن ملکه مهارت ورزشکاران مربی پرتجربه کشور اسقیدین رجبوف از شهر دوشنبه دعوت کرده شد تا به جودوچیان مشق و تمرین دهد. برای در سطح ضروری جریان گرفتن مشق‌های دسته‌جمعی بر اسقیدین رجبوف مربیان پرتجربه خورشید شریفوف، سروش کریموف و غیاث‌الدین رجبزاده کمک می‌رسانند. هدف ما پیش از همه برای تیار شدن به مسابقه‌های یعنی که در پیش ایستاده IJF جودو یعنی که گران پری گران سلام و دیگر مسابقه‌ها اینجا راستی‌گه ما نصیحت داشتنده با یک سه چهار شاگرد خود اینجا آمدم یعنی که برای تیاری دیدن با مهرزاد صوفی که وطنداری هم اینجا یعنی که برای مسابقه پیش ایستاده پاریس گرانسلام پاریس ورزشکارانی بین جوان بسیار هستند یعنی که برای آموزش برای ما تکرار در مشق‌های دسته‌جمعی در برابر نورسان و جوانان ورزش دوست جودوچیان پرتجربه کشور مسعود احمدزاده، فیروز ملیبایزاده، نصرالدین علی مردانوف از شهر دوشنبه، مهرزاد صوفیوف، محمد اقبال توشوف، ولی محمد باقیوف، مجیب مهراب جانزاده، حکیم اودینف، رجب محمد حسین زاده و نیازباقی باقیف از ولایت سوغد اشتراک دارند. مشق‌های دسته‌جمعی همه روزه دو مرتبه از روی طلبات‌های ضروری راه‌اندازی گردیده ورزشکاران هم حالت جسمانی خود را انکشاف می‌دهند و هم نازکی‌های این نمود المپی ورزش را می‌آموزانند. بنابر اطلاع مسئولین ساحه برگزاری چنین مشق‌ها برای رشد و رواج جودو و به دستاوردهای ارزنده مشرف شدن جودوکاران کشور مساعدت می‌کند. ما شکرانه استقلال جمهوری تاجیکستان می‌کنیم که در این آرامی، در این امنیت، در این صلح و ثبات ورزشکاران ما به یگان مانگی مشق‌های دسته‌جمعی را در هر یک گوشه و کنار جمهوری می‌گذرانند. ما از ناحیه مسجد دعوت شدیم به این تالار ورزشکاران ما هم اشتراک کردند. بسیار اقدام خوب پیشروی است. این خیلی مشق‌های دسته‌جمعی زیاد شوند، ورزشکاران را سرجم کنند و متحد میشوند و در مسابقات بیرون از جمهوری با پرچم تاجیکستان را بلند میبردارند. برای در سطح بلند گذاشتن تمرین‌های دسته‌جمعی در دهه زرافشان تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. تالار ورزشی با هیزم و انگشت گرم کرده شده برای برگزاری مشق‌ها مساعد میباشد. ورزشکاران با جای خواب و خورد و خوراک تامین کرده شدند. مورد به ذکر است که نمود جودو با تشبث و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون جودوی کشور سال از سال در تاجیکستان رشد و رواج یافته ایستاده ورزشکاران کشور به دستاوردهای ارزنده نائل گردیده ایستادند. مورد به ذکر است که نمود جودو با تشبث و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون جودوی کشور سال از سال در تاجیکستان رشد و رواج یافته ورزشکاران کشور به دستاوردهای ارزنده نائل شده ایستادند.